دوستان عزیز همه را گفتیم و از بزرگی دهه خون ببری از مردم نکنومش ما قطره گفتیم و می شود فیلم برداشت از این بزرگی مردم و از بزرگی و زیبایی این دیار و ما قسمت فرهنگیش دا اومدیم و همگی میدونن که در دهه خونوری یگانه انسانی که فلکسرا است بگیم کار برش به فرهنگ است، سرود است، موسیقی است، این اکای رحمت کپک است. ما خونه‌اش هستیم پیداش نکردیم، خیلی کپک است دیگه، فرزند کپک دیگه میگرده روی گل گیاه روی کوه پشته و اومدیم این ما دریافت کردیم برادر رحمت کپک رو، هنرمند رو و میخوام یک صحبت خوبی انجام بدهیم و در این منظره زیبایی دهه خون ببری نمایان است، دهه انجیرک نمایان است، دهه خیک است و شروک از اینجا می نماید، از این بلندی. خوب اکای رحمت سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه سلام هموطن. خیلی شدیم که شما رو پیدا کردیم با همین سر و لباس و با همین توقی گلدوزی سرش. این نشانی از فرهنگی درواز است. این هر یک گلی که در پیراهن اکای رحمت است، این البته بازگو کننده یک چیزی هست. این یک باره این گل همین خیلی تصادف انتخاب نکردن. اکای رحمت چی حال داری؟ خوب هستی؟ جشن های نوروزی را به اتمام رسانیدی؟ بهترین جشن های چه گذشتن؟ به حد خوب. نه چی سرود خواندی در جشن امروز نوروز امساله؟ در امساله فقط فلک خوندیم. فقط فلک. یگانه فلک سرا در قلمرو درواز است. بگیم خطا نمیکنیم. در بدخشان بگیم خطا نمیکنیم. فلک دشتی میسراید، فلک میسراید و در تمام چورابینی های دولتی و جمعیتی محفل ها حتما میرود و نعره میزند. خب ما هم آمدیم صدای شیردار تا بشنویم. جان هدای ردم ببین در ایدای رچیسته جان هده شیدو رفیقی بفای رچیسته اوه نمرم امن خرم سه سالا صد سال دیگر امن خرم فایده چیست جان صد سال دیگر امن خرم فایده چیست سلامت باشی، صدات همیشه بلند بود. خیلی فرزندی کپک از دیگر. خوب ما از بزرگی بابای کپک پهلوان گفتیم، رفتیم خانهشون، پیراهن پر از نشان و پر از مدال ها شدیدیم که برای قهرمانی هاش گرفته و من نمیدونم چرا رحمت کپک پهلوان نشدن. چرا؟ برای که هر کس کسب انتخاب کرده، نصیب ما فقط در فلک بوده است برای فرهنگ پیش بردن. چرا پهلوانی نکردید؟ خیلی که یا استعدادش نبود؟ استعداد نبود. یگان بار گوشین گرفتی؟ یک بار گرفتیم ما در حیاتت؟ چی شد بعد؟ زدن دیگه بس کردیم. سلامت باشید. امروز فرزندانش در کدوم جودن و کدوم پیشه را انتخاب کردن؟ فرزندان ما حدود خیلی صبح 7 نفر، 7 دختر شم، بچه‌م دانشگاه لیده میخونه، دخترام شهر دادمشون. همش توی کردی؟ همش توی کردم. با ما فقط 7 داماد. سلامت باش. 7 داماد. آفرینت، آفرینت. و فرزندتون کدوم کسب انتخاب کرد؟ دانشگاه ملی را انتخاب کرد. دانشگاه ملی. یعنی که در فرزند شما هم استعدادی سرایندگی نه.
آواز خوب نداشت. آواز نداشت. آواز خوب که نداشت. برای من فرضی کی پدر چیکار کنم کدوم کسب دلت میخواد و انتخاب کن. چند سال در فرهنگ کار کردی؟ 85 سال تا این امروز ما در فرهنگ کار کرده هستم. 85 سال. از 85 سال زیاده از 40 سال. ايش به حالت در یک راه رفتی اومدی؟ در همین راه رفتم اومدم. چی ایجاد کردی؟ ایجاد فقط ایجادیات ما فقط همین فلک غریبی شیرای نمی خلقی هم ای استاد مومن خانواد ای لایق شیرالی ای همشون خیلی زمزمه میگیم خلقی فلک میزدی در چورابینی ها. همه چورابینی دیده اشتراک اما عنوان گرفتی؟ عنوان سال 80 و 87 علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان گرفتم. 87 سال این باید دورش با یک علوچی گرفتم. آفرین خوش به حالت. همیشه ما میخوایم که شما عنوان بگیرید، همیشه دوستدار مردم باشید و شما یگانه شخصی فرهنگی در بگیم که از لحاظ سرایندگی و فلکسایی در قلمرو خمدره هستید، در قلمرو ناحیه هستید. باید از دهه خم ببری. آیا جوانان دهه خم ببری هستن که همین من دوام دهنده همین کار شما باشن؟ هستن نه که کوشش میکنن نه که و یک شخصیت که آواز خدادو دیگره که سبب که موزیکند خوب میشون نوازنده خوب میشون نه که آواز خوب که ندارن فلک یک مده مشکله. بعضی شخصیت ها میگن فلک بسیار مشکله. فلک چرا دیگه ژانرها را انتخاب نکردی؟ برای که همین وای آواز خدم همین میدکی فلک کنه عرض میدیدم. خوردی مثال میدکی فلک میکرد. شما یک ربایی دارید که دویمی برند شما است، سرسری پول میگذاری. انا امیر در همه چورابینی ها قریب که میخوندی و حاضر میخونی و من میخوام که انا امین ربایی که برند شما است امیر بخونی و این همین کودکایی که در گردی ما هستن برای شما قرصک بزنن. ما راضی هستید؟ خب رفتیم. سرسری پول میگذاری توی کرتای زرزری سرسری پول میگذاری توی کرتای زرزری ایشی ما را بردایی دختری خبی بری ایشی ما را بردایی دختری خبی بری افتابا ببین شوله دنا لب لب داشت یاری ما را می پولی قرای خبا گذاشت هرچند که دویدم نگشت یار با بدلش بموند و اخبار گذشته سرسری پول میگذاری توی کرتای زرزری سرسری پول میگذاری توی کرتای زرزری ایشی ما را برده دختری خبیوری ایشی ما را برده دختری خبیوری. یه سلامت باشی سلامت باشی. هر بار این ربایی رو میخواندن دیگر جوانای خون ببری دیگر در رقص و در هشتک در فتیاگ میدرومن که رحمت کف این ربایی رو میخواند. و باز چی نقشه ها داری؟ چی ایجادیات میخوای داشته باشی در آینده؟ سینی سال ما با یک جا رفتم 60 گذشتیم ایجادیات چه 60 جوان میدمونی رفتیم. ما مقصد ما اساسی است که جوانان همی کوشش کنن که همین مردم کوهستان همش من در نظر دارم شخصا همه کوهستان خودم که همین فلک همشون کوشش کنن که به همین فلک راه خوب چیان که مردم فلک بسیار نقض میبینن. یعنی فلک بیسرایند در افغانستان وقتی رفتیم همه همی وای کورکنوی فرهنگ قطعی رفتیم او دوره کی بود وای اکبر و حیدرشاه بود. او یا رفتیم در همه افغانستان خودمون ای همه خیلی شیرای روبایاتو همه چیز لیکن ای همه گزارش ما شخصا ای خودم در فلک بود در نسای می فریاد کردیم همش بسیار خوب قبول خوب میکنه فلک. همه مردم افغان بسیار همه مردم کوهستان فلک نقض میبینه. باشد که همیشه صدات بلند باشه و من در زندگی کمی و کستی رو نبینی. دروازه
بیا که گوشه دروازم زیباتر از اصفهان نه شیرازم جان بر خد بیا چو صاحبی خواه نبیا نم نمی باران چو یادم کرد یادت میکنم برگ گل چون بوی تو آورد یادت میکنم. دوستان عزیز در هر کجا که هستید ما همیشه شما هموطنان رو یاد میکنیم و امروز یک گشت داشتیم در دهه خونبیبری و صحبت های سری راهی انجام دادیم با ساکنانش با بزرگانش از تاریخش کم و بیش گفتیم شمع از تاریخش نقل کردیم و باور دارم که این نواری مایی برنامه دفعه ما به شما پسند میافتد و تاجیکستان همه گوشهش زیبا است همه گوشه و کنارش دلربا است و این هم یکی از گوشه های بهشت‌های دروازی نازنین تاجیکستان است. براستی از دیدنش کس سیر نمی شود. کوچک است، زیبا است، دلنشین است و دل می را باید و می خواهم که تاجیکستان همیشه آباد باشد، همه گوشهش، همه دهه هایش و همیشه دهه زیبا منظر خونبیبری. در همین جا نقطه می گذاریم به برنامه سلام هموطن از لب دریای خنبو از دهه بسیار دلنشین در قلب کوههای بلند دهه خونبیبری. خدا یار و نگهدار همه شما باشد. بدرود.